سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه از کانال آرتین گیمر. امروز اومدیم با بازی استاد پنهانکاری، اصلا خفن ترین بازی نینجایی. البته خفن تر از این هم داریم، ولی این هم خدای خفنه. بچه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل منو دنبال کنید تا بیشتر از این ویدیوها براتون بذارم و حتما بگید که بچه ویدیوی بعدی چی باشه. من فعلا رفتم سراغ این باب اسفنجی ها، البته میمیونا. راستی بچه داخل کامنت ها حتما بگید که بازی بعدی چی باشه. یارو دیدم اوزا خیته. بیا برو بابا. بچه بعدیش اینه که فاصله دیدشون خیلی طولانیه. منظورم که میبینی بچه این نورشون اینا، یعنی وقتی بریم تو این چیزا ما رو میبینن و خیلی اینا زیاده. اوه غلط که ای بچه حاج آقا بمرده. بچه این بازی هم مد شده است راستی. بچه حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، سابسکرایب منو کنین و کانالمو دنبال کنین تا کلی ویدیو جالب و خفن ببینید. فقط من باید درم تمام شدن دیگه، همشون لازم نیست زیاد درم. بکوبون بشکون. اوه بچه بکوبون بمیری بابا. فکر کرده واسه ما چیه؟ سوسولی بابا، سوسول. بچه نشد که بمیره. اوه بچه اینو بدن، اینو خیلی بدن. وای بزن وای بچه جونش خیلی کمه. وای رسیدیم. برو. بچه حالا چرا من اومدم اینجا؟ بچه این زنه خیلی قدرتش زیاده. الان نمیخوام بزنم شتو پلش کنم. نمیخوام. چه صافت. از اینا البته من لازم ندارم، همه چیم بی نهایت دادا. خیلی خوب بابا، نمیخوام. به جان مادرم نه، نمیخوام این تو. بیا بیرون که نزدم شتو پلت نکردم. بچه جونم هم کم بدیش اینه. اینا این چیا داره؟ چیزای بد، چیزای آدمایی میخواد که اصلا نداره. واسه این آدم ونومو من میارم. چرا ونومو بیرون گذاشته بودم؟ بابا ببین بابا، VR ونوم داره میاد سراغتون. وای این یارو کثافت، پدر سگ نینجا نکن. ببین بابا با اون ماسک زایش. بچه از اینا. بچه اینا هر موقع وای جونمون خیلی کمه. ما هم نرو. بابا الان صاف تو دهن یارو بودم. بریم از اینجا بیرون که جون دمت گرم، چاکریم. وای بریم فعلا حال کنیم. این بد است البته. بابا این چیزا از کجا در میاد؟ ببین بابا زپرشک. این بچه حضورنیش کجاست؟ مال این لوله کنی ناشش اینجاست. بزن خداحافظ. باریک نمیتونه بزنه. زد یکی. ولی تو هم بمیر. بریم سراغ بقیه. اینا هم بکشیم. حیف دور نمیتونم بزنم، یعنی یه جور میزنم. برو بابا. اینم بزنم. بچه اینا افتضاح. بچه از اون چیزای خوب دارم. از اون مال کدوم این؟ زدم. مال هر دوش بود بچه، عجیبه. تو هم بمیر. بچه رسیدیم به قولش. یارو جون بده.
دمت گرم. این از این بریم بچه ها دیگه، خدا میدونه. این مرتی سیبیلو زپرشک زرشک بابا، زرشک بالا. وانی چی میگم من؟ بریم سراغش. بمیره بابا. چی زدم بچه ها؟ دوزر زدم. این یارو رو زدم، اون یارو هم بمیرده، جنازهشو ببرده، ننهشان بپختشان، بعدش بخورده. تبلیغات این وسط اومد، وسط ویدیو تبلیغات میاره. بودو بچه تبلیغاتش سریعا تموم میشه، میزنم به چاکر. بچه وسط ویدیو نباید تبلیغات میزنم، ببخشید. بودو 3 ثانیه 2 1 و تمام. ایزی پیزی. برو نمیخوام برم. برو گم شو دیگه کثافت. خب بیشتر پول داد. آدمه چی؟ آدمه هم بده. ای خدا. خیلی خوب بچه دیگه تبلیغات نمیزنم. میتونم ولی نمیزنم. او بچه بریم یه چند نفر آزاد کنیم. بخا یعنی بدبختا. این بذار یارو بگیرم بکنم تو حلقم. سلام برکنم. به چه خوشمزه بود. بگیرش. بذار تا آزاد کنم. مرتی که به جان مادرم میزنم. نه تو از جا در میارم. بچه بد بود واقعا، قابلیتش خیلی افتضاح بود. فعلا 2 نفر آزاد کردم. خب اینجا هم 2 نفر دیگه. نام بچه 1344 رمز اینجاست. 1344 بزن بخورش. شلوار پلنگی بیا. بچه این چیزی که ونوم پریده بود زد یارو رو کشتش. بچه میبینی وقتی به ونوم شلیک میکنن یک مایه سیاهی میزنه بیرون که وقتی بخوریم اون مایه بهمون جلیقه میده، ولی اگر یه آدم بد نزدیک اون مایه باشه مایه میپره و یارو بخوره، یعنی میخوره. او بچه یه قابلیتی گرفتم که هر کیو بکشم جون خودم بیشتر میشه. یعنی اینجوری جونم یه چوسه بیشتر شد. اینو باز کن. اینم بخور. بخور. خیلی خوب. اینم آزاد کن. الان این قفله خدا گفتم برای چیه؟ دیدم برای اینجاست. الان چرا اول میذاری اونو برن؟ اول خودت برو بعد اونو برن. اول بچه میذاره این آدما که آزاد کرده برن تو آسانسور. بچه چیز خفنی. بچه جلیقم پره، جونم هم تا ته پره البته فکر کنم. نام اینو خورده. بچه هر چی میخورم جلیقه نجاتم بیشتر میشه. 2 تا آدم فعلا اینجا زندانیه. یکیش، دومیشم که دیدم. بخون اینو آزاد کن. داداش بمیری بین آسمون اینجا لات نشو که لات منم. من لاتم داخل یه دونه ملاتم. چی گفتم؟ برو تو. برین تو که دلم خود بکشمتون. همینجا انقدر آزاد کردم. ملاتم من توی یک ملاتم. بچه همه چیم پره برام، یه دونه جونم ندادن تا. وایسیم بریم اینو بخور. دیگه کیو بخورم؟ نزنی اینا رو. اینا بخور. وای بچه اینا رو میزن میکشمش. وای بمیر بابا. من لاتم داخل یه دونه ملاتم.
او بچه رسیدیم و خدا نگهدار، خدا شاکر همتون باشد. منم ببر ها، منو با خودت ببر. این بگیریم یارو مطمئنم نمیده. خیلی خوب بچه، ویدیو چند دقیقه شد؟ بذار ببینم. ویدیوی ما 10 دقیقه کمه بچه. ما میخوایم هم حال کنیم. خیلی خوب بریم اینجا. به به به. اوه بچه شاتگان بردارم یا این یارو؟ نه شاتگان 100% شاتگان. نمیدونم چرا پول شاتگان رو بیشتر از اون تیرکمونه نذاشته. داداش باید شاتگان بزنی یارو میره با برفای سال بعد برگرد. خیلی خوب اینم بزن، اینم بزن، اونم بزن، منم بزن. داداش زپرش خب پشت تو میکنی اینجا که چی؟ الان میخوای اون جعبا رو بخوری؟ نه 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 نخورم. یو خدا نینجا سامورای واشنگتن. برم اینجا بچه ها. این همین بچه این یارو سامورایی که داره اینجا میبینی جامونگه ها، از این جامونگای خره. آدم ها همه بمردن. اوه بچه چقدر زیاده. بچه اینو بریم فکر کنم یک ویدیو یه دونه 20 دقیقه 15 دقیقه میشه. در همین میزنیم دیگه. وای 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 بچه چی زدم؟ وایسا ای بمیر. بچه فهمیدن اینجا یه خبره. اوه یار اسنایپرش خره. بمیر بابا. این از این. اوه بچه اینجا بده ها، اینجا خیلی بده ها. آفرین. شده این مایه زد خوردش. آخه حتما باید برم کلیدو بیارم. داداش با هم شاتگانت بزن در رو بشکن دیگه. 3 ساعت باید راه برم تا برسم. بمیر بابا بچه چقدر جونم کمه همین اول کاری. چقدر سختن. البته شما تا پول بی نهایت هست جونم هست. به بچه چه تیری برای شاتگان گرفتم اصلا. اوه بچه اینا خیلی پول میدن ولی من که پول دارم، پولام بی نهایته، چرا باید برم دنبال اینا؟ اول میرم بچه چیزشون میکنم، هر سر رام باشن میکشمشون. من پول دارم چرا باید دوباره اینا رو بکشم الکی وقتمو هدر بدم برای همین کثافتا. اوه بچه رسیدیم به یه چیز بد خیلی وحشتناک. الان بهتون نشون میدم. دوربین به درد عمم میخوره. واسین اینو بزن، اینم بزن که اونم بمیره. بچه این یارو میبینین تکونده است. ها با تیر شاتگانی که داشتم یه دونه زدم یارو به پخ رفت. زیرتش قمصور شد. یارو به چخ دادم. او بچه تبلیغات رو من باید بزنم. خیلی خفنه. بچه این بازی رو دارین؟ اگه حتما میخوای این بازی هم بیارم حتما داخل کامنت رو بگید. بدو فقط برو. ال کن بابا برو کار داریم. خب برو دیگه کار دارم 3 ساعته. معطلت میکنه پعطلت میکنم کثافت. پعطلش نمیکنم پنچرش میکنم. خدا یه بار دیگه بایرم میخواد بخورمش. ضربه در آها. بذار بچه یه دونه دیگه هم بزنم به نظر. آره یه دونه دیگه هم میزنم که چیز بشه. داره اون یارو میکشه. بچه نمیدونم اینا جوجه هم میکشن. ماشاءالله چقدر کار میکنه برای اون یارو. بچه خیلی قشنگی با نخ داره درستش میکنه. البته نخ اینا چیه نمیدونم چیه. یارو شبیه جن زهراه، جن 2 ساله از مشهد.
تکمیل شد. خیلی خوب بوده که وقت نداره. آدمشو بده دیگه تا نزدم همینجا. نه خدا آدمشو نداد. خیلی خوب بریم. رفتیم. داداش چاکری بده. بچه اینجا اصلا جونمون یه ذره هم کم نشد. به خاطر اینکه من این شاتگان خفن رو دارم. خفن چیه؟ یعنی خفن رو دارم. بمیر بابا. فرار میکنی ترسو بیریخت. تو هم بمیر. رید تو جونم کثافت. اینم بکش. آفرین. داشت نگاش میکرد باش برقصه. وای همین چیزا بچه اینه. وای این مایه رو نخوردم. برش کن بچه جونم اینه سگ کمه، پس باید خیلی احتیاط کن. نکشیمون جون. ایزد همه رو کشت. البته شما جمون هم رد کردین دیگه. میترسم بچه. اینجا یه دری هست بچه. دارو نداره اینجا. بنازم چی زدم. 4 نفره بمردن. اینو زدم بچه. یواشکی باید برم. بمیر بابا. این مرده تو شیشه بود چجوری رفته بود اونجا. حالا مهم نیست اینا. بودو. بله برو که قشنگ پدر من در اومد. چی بود یارو آوازون بود ازش. برو. چی بود بچه اون. یه چیزی بود زبونش. بزن که جونت چوسه. رسیدیم به یارو سبزک. چطوری خیار؟ بچه زرده بهش میگم خیار آب شده ای تو. بچه من خیارم آب میشه. این یارو میره آب میشه. یه چیزایی ازش میزنه. سم خالصه. بزنش دیگه داره منو نگاه میکنه. بچه تا حالا این یه نفر تو این بازی بزنین بعد 2 ساعت بعد تازه جونش کم شه. بچه یه چیز بدی وقتی رو میره ازش میزنه بیرون که نگم بهتر. خیلی خوب. این یارو مطمئنم 400 بارم همینجوری بریم بهمون نمیده. تو 20% نه برش کن. خیلی خوب بچه چند دقیقه شد ویدیو؟ بچه 18 دقیقه. خب بچه مرسی که تا آخرین ویدیو تماشا کردین. امیدوارم صحنه‌های جالبی و خفنی رو تجربه کرده باشین. بچه اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال من رو دنبال کنید. و بچه اگر دوستان یه روز تصویر خودمون تو بازی بیارم حتما داخل کامنت ها بگین این ویدیو لایک کنید. البته اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، من بهتون دستور نمیدم. بچه حتما داخل کامنت ها بگین که بازی بعدی که میسازیم چی باشه تا منم حتما اون بازی رو براتون بسازم و عشق کنیم. بچه راستی برای استقلال و پرسپولیس من استقلالی ام. حالا اونایی که پرسپولیسیان هم خوبن چون استقلال امروز خیلی گند زده ولی مهم نیست. حالا بچه ممنون که تا آخرین ویدیو تماشا کردین. تا ویدیو دیگر بدرود.